سربازی فقط نگهبانی و صبحگاهی نیست. خدمت یعنی یه روز پوتینت گم میشه و چند ماه بعد روغن ماشین رو توی حمام از تنت میشوری. اگه سربازی رفتی الان دقیقا میفهمی که من چی میگم. یه روز صبح معمولی که همه عجله برپایی داشتن و پر از سر صدا بود، من خم شدم که پوتینامو از زیر تختم بردارم، اما دیدم یه دونش بود، یه دونه دیگهش نبود. باورم نمیشد که تو پادگان پوتینم امنیت نداره. اون لحظه تصمیم گرفتم دنبال پوتینم بگردم. هر کیو میدیدم ازش راجع به پوتینم میپرسیدم که آیا پوتینمو دیدی یا ندیدی. همه جواب میدادن نه، ما که پوتینی ندیدیم، برو دعا کن که پیداش کنی. انگار یه چیزی مد شده بود، دوستی پوتین. آخه لامصب پوتین دیگه واسه چی؟ و منم اگر بدون پوتین تو صف صبحگاه حضور پیدا میکردم، فرمانده کلی منو تنبیه میکرد. هیچ راهی نداشتم به جز تنبیه و جریمه، و چون پوتین نبود در کل مقصر همه چیز من بودم، نه اون کسی که پوتین منو دوست دید. ایستادم، نگاه کردم و کلی سکوت که تو دلم داشت میچرخید. اونجا بود که فهمیدم تو خدمت مهم اینه که کی دم دست ما. اینو بگم که چند روز بعدش فهمیدم پوتینم تو پای کیه و چرا قایمش کرد. اما منم بیکار ننشستم و نقشه های شومی واسش کشیده بودم، چون باید تلافی میکردم، باید بهش میفهموندم که دیگه این کارو نکنه. اما چند وقت بعد که از پست برگشتم، یعنی اینکه برگشتیم، دیگه وقت این بود که بعد از نهار باید میرفتیم دور نظافت شخصیمون. دیدم اون یارو رفت دوش بگیره. سریع رفتم قسمت میکنی که خود رو. یکی از بچه ها اونجا آشنا بود، ازش خواستم یه مقدار روغن ماشین بده. پرسید واسه چیده؟ گفتم نیاز دارم، میخوام حال یکی رو بگیرم. اونم که پایه بود گفت که اوکی، الان واسه روغن میارم. چقدر روغن میخوای؟ گفتم در حدی باشه که اگر کار کردم تا 2-3 ساعت فقط خودشو تو همون بماله. گفت نگران نباش. خلاصه روغن رو تحویل گرفتم، رفتم سمت سرویس همون. دیدم اون یارو هنوز داره همون میکنه. از بالای در همون قشنگ نگاه کردم کدام سمته. من در روغن رو باز کردم، از بالا ریختم رو سرش و همون لحظه اون بشکم انداختم رو سرش.
رو سر من ریخته، کار کیه؟ البته فوشم خوردم و دروغ نگم، چون خوب کاری کردم واسش تا دیگه خودش باشه دوستی نکنه. من به خاطر اون کلی تنبیه شدم، پس باید یه جوری جبرانش میکرد. بعد از این جریان همونجا فهمیدم که خدمت فقط سختی نیست. خدمت یعنی یاد بگیری چطور با شرایط بسازی، حتی وقتی که پوتینت نیست، حتی وقتی که بوی روغن از تنت نمیره، و حتی بدتر از اینو بگم، خدمت سربازی پر از داستانهای کوچیکه، داستانایی که آدم رو عوض میکنه. اگه الان سربازی، اینو بدون که میگذره، و اگه گذروندی حتما یه خاطره شبیه به همین داری. اما تو کامنت ها بنویس